فکر نکنی زرنگ بازی در آوردی در حق یکی جفا کردی، یکی رو اذیت کردی قرار نیست تاوان پس ندی یا نه، از این خبرا نیست. خدا باهات کار داره. میگن یه بنده خدایی داشته دستشو کنار حوض میشسته، یه صابونی هم کنار دستش بوده، یه کلاغ داشته رد میشده، میاد نوک میزنه قالب صابونا رو میدزده با خودش میبره. 30 سال از این ماجرا میگذره. دوباره کلاغه یه جا داشته پرواز میکرده، میبینه یکی داره کباب درست میکنه، باز میره نوک میزنه کباب طرفو با خودش میدزده میبره تو لونش. نگو حالا به این کبابه یه تیکه زغال چسبیده بوده، زغاله میفته تو لونش و زندگیش آتیش میگیره و بچه‌هاش از بین میرن و میمیرن. پرواز میکنه میاد پیش کسی که ازش کبابو دزدیده بوده، میگه من ازت عذرخواهی میکنم، تو منو نفرین کردی باعث شد زندگی من آتیش بگیره. میگه اشتباه نکن، این آتیش گرفتن لونه تو بابت این کبابه نبود، بابت اون قالب صابونی بود که 30 سال پیش از من دزدیده بودی. عزیزم یه موقعی کوچیکترین صبر خدا 30 سال طول میکشه، پس فکر نکن میتونی